سلام. اگه قصد سفر هوایی داری و دنبال ارز مسافرتی هستی، همه کارات فقط از طریق سامانه travel.ice.ir انجام میشه. کافیه از 7 روز قبل پرواز وارد سایت بشی، ثبت نام و درخواست بدی. پرداختم فقط باید با کارت بانکی خودت انجام بشه، نه کارت بقیه. بعد از پرداخت، یک کد تحویل ارز برات پیامک میشه که با اون میتونی قبل از پرواز از باجه یا خودپرداز بانکی که در سامانه انتخاب کردی در فرودگاه ارزت رو بگیری. سقف ارز برای هر نفر بالای 5 سال 500 یورو در ساله، فقط برای پروازهای هوایی. برای سفرهای زمینی، ریلی یا دریایی فعلا ارز مسافرتی داده نمیشه. اگه به هر دلیل نرفتی بگیری، تا 30 روز بعد از تاریخ پرواز فرصت داری بری ارزتو از شعبه منتخب ارزی همون بانک با مدارک مثبت تحویل بگیری و اگه نرفتی، پولت بعد از کسر کارمزد به حسابت برمیگرده.